سلیمان علیه السلام دیدن که مورچه بسیار مهنت میکنه. گفتن که این مورچه در یک سال چند تا گندم میخوره؟ گفت که 3 دانه. یک بنکه یک ظرف رو گرفتن و درونش به 3 تا گندم رفته باباش درونش به خود همون مورچه وقت رو درونش محکم کنه. بعد یک سال کنی ببینیم چه راست میگوید یا دروغ میگوید. بعد یک سال شده ببینم که 1.5 تا دیگه گندم سودا. گفتن که هم مورچه کنی 3 تا میخورم که بود 1.5 تا پرده خلاص کنه. میگوید که سلیمان علیه السلام پیغمبر امت باشد، یک پادشاه کلام باشد، دیو و جن و انس و تمام پرنده دستش باشد. نخواد بعد یک سال یادش آمد من یک مورچه چه باشم گفته احتیاط کرد خودم که با ایوب سلیمان علیه السلام برو مگه با گوشنگی و نمورافته احتیاط کرد خودم. این چیزای برای مورچه که تعلیم داد. برای چی الله تعالی قرآن در سوره بنای مورچه ها مورد درباره مورچه سخن کرد؟ سلیمان علیه السلام وقتی که با لشکرشان که عبارت از جن و انس و پرنده ها بود برای جنگ رفته ایستاده بودند که حتی اذا اتوا علی رعد النمل حتی که یک بادی نمل آمدند قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. وقتی که یک بادی نمل آمدند یک مورچه آب دید سردار مورچه ها برو آمده گفت که یا ایها النمل ای مورچه ها ادخلوا مساکنکم مسکناتان به درایتان خانه هاتان به درایتان لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. با سلیمان و لشکراش شما حس میکرد زیر کر نمونم. اینه ما شما از اون مورچه عبرت گیریم. یک مورچه نمیخواهد که دیگر مورچه ها ضرر رسند. ما هم باید مردم بگیم که ای مردم از عذاب خدا ترسید، از دوزخ ترسید، از دنیا 100% روی نبیارید، عذاب آخرت از دوزخ است. ما هم مردم چه که این مورچه نخواست که دیگه مورچه ها وفات کنند. ما هم باید برای مردم رحمدل شدیم بودیم. مورچه گفت که مسکناتون بدارید که با سلیمان شما زیر نکند ندانستید. برای آنکه ندانسته تو عذر بیان کنید. برای آنکه سلیمان و پیروان سلیمان قصداً ظلم زیر نکند. چون که پیامبر نهی کرد از کشتن از قتل رسانیدن این مورچه ها. صاحب کتاب عقیده فی الله میگویند که یک آدم منبع نقل کرد که آدم شیشه استاد مورچه آمده است. یک نصف ملخ دیده سود خواست است که مورچه همون ملخ برداشته رود لیکن نتونسته است. سپس رفته دیگر مورچه های خبر کرد آمده است که آدم کنید. وقتی که آدم میگه که دیدم که مورچه ها آمده احساس ملخ گرفته مسکرم کرد. وقتی که اومدن کفتن نیافتن گشته رفتن حالا که مورچه خودش هوای اومد. وقتی که آنسو بودسه که ملخ جاشون اومد که ملخ جاشون ایستاد رفته گشته دیگر آدمای گیر اومد. همون حالا که مورچه هایی که یادم کنیم. وقتی که دید که آنسو ملخ گرفته بیرون میکنه. چند بار هم فکر فریب بودم مورچه دورگاه شروع می حالا که مورچه در نزد مورچه ها در آخرین دقیقه میام گرفت یا نه تمام مورچه ها یک تا عضوباش کنده به قتل رسید. صاحب کتاب میگه که همین واقعه استادان رو نقل کنم گفتم که انا همین مورچه الله تعالی طبیعت سالم داد است که دروغ گندم بینه و طبیعت سالم داد است که دروغ به اجازه نمیدهد. دو بینید که عذران قبول کردن یک بار دوبار بشه بعد رای خطا کرد شاید یک چیزی دیگه گرام رفته است که دوبار سه بار عذرشان قبول کردن یک تا نکشتن. عجایب میگه این بار اینقدر علم و اینقدر معرفت یک مورچه خورده کرده. بنابراین از اینم عجایبش الله تعالی میگه و فی الارض آیات للموقنین زمینه با این چیزا بسیار است. آدمایی که عقلشون خلاصاتشون به جا میارن خدای یگانگیش رو دلالت میکنه چیز زمینه بسیار و فی انفسکم افلا تبصرون. یک بار خودتون من نگاه کنید یک بار خودتون من نگاه کنید ما چقدر شما خلق کردیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. در سوره 3 میگه که ما انسان در بهترین صورت آفریدیم. یک زن همراه شوهرش به نزد امام مالک اومد. امام دارالهجرت در مدینه منوره در مسجد رسول الله درس میگفتن رحمت الله علیه. مرد و زن آمده بود که ای امام این زن من گفتم که اگر از ماه زیبا نشوی تو 3 طلاق. لغت عرب اگر عربا یک چیز خوشرو مبتدی شوند اگر ماه کدی برابر ماه خوشرو برای ابن عاصم رضی الله عنه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ماه 14 روزه هم خوشرو بودند. یعنی لغت عرب ماه به جای خوشروگی استفاده کرده میشه. امام مالک گفتن که اگر همیشه گفتگی باشه زن طلاق شد چون که زنی تو از ماه خوشرو نیست. اینها رفتن.
امام شافعی محمد ابن ادریس سالی پویده که یاش پیش امام مالک را میخوندن دید که یک زنشو سوال داد و جوابش گرفته و رفت. دوید رفته پرسیدن که سوال چیست و جواب چیست؟ یقتی امام زیاد پیش شد. رفته پرسیدن که چی گفت امام مالک؟ گفتن که طلاقت سه شد. گفتن که طلاقت نمی‌خواد. طلاق نمی‌گفتن. چونکه الله تعالی گفت که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان بهترین صورت آفریدیم. بهترین صورت آفریده شد این دولت بود که از ما خودم بزرگ این به طاقت نمی‌رفت. اما حیران میشد پیش مالک و گشته می‌رفت. شد آیا شاگرد محمد ابن ادریس همیشه بساز کنه اگر اخطأ مالک و اصحاب الشافعی، مالک خطا کرد شافعی طوری برآمد طوری که باشه خیلی عالم خطا میکنه. همین آیت فکرشون بنامه. بنابراین ما همین وقتی که الله تعالی ما اینقدر صورت زیبا آفرید همین خودشان برای یگانگی الله تعالی علامت ها است. این بود توحید ربوبیت. مثال ها چند مثال ها که درباره سخن کردن که سخن تمام نمیشه. اما توحید ربوبیت مادامی که دانستیم که پروردگار ما اینقدر بزرگ است باید همراهی الله تعالی یگان کس را با او شریک نماییم. الله سبحانه میگه که متخذ الله من ولد، پروردگار شما الله تعالی فرزند نگرفت. و ما کان معه من اله، همراه خود دیگر خدا نبود. اذا لذهب كل اله بما خلق، اگر غیر خود دیگر خدا می بود لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، خداها بعضش که جنگ میکنه. نمیمونه که همش میگه که اینش من خلق کردم اینش من خلق کردم من از تو زور خداها جمع میکرد میگه. چرا که در دیگر سوره موتی لو کان فیهما آلهة غیره الا الله لفسدتا، اگر در زمین آسمان در این عالم غیر الله تعالی بود دیگر خداها میشد لفسدتا، زمین آسمان ویران میشد. چون که خداها جمع میکردن یک دیگر شما بودید. سبحان الله رب العرش عما یصفون، پاک است پروردگار از آن صفتا، از آن شرکی که مردم خدا شریک می‌دارن بعضی مخلوقات این خدا یا از اون یاردم می‌پرسن مانند هستی خضر تربیت کنند و گذشتگان تربیت کنند و همین های وقتی که پروردگاری که آسمان و زمین خلق کرد اینقدر مخلوقات خلق کرد این رو اگر ما برآورد کنیم البته این ظلم بزرگ است. الله سبحانه و تعالی در عبادت یگانه است. باید تمام عبادت برای یگانگی الله سبحانه و تعالی شده ما اجرا کنیم، نه برای راضی مردم و نه برای گذشتگان و نه برای کسی. باید تمام عبادت خالصا لله شود. الله سبحانه میگوید مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. در قرآن میگوید، قرآن خوانیم معناهاش فهمیم، فقط برای معرکه نیست قرآن. این سوره تارتانک عجایب هم قد پروردگار بزرگ همین تارتانک هم نماده است دربارش سخن کرده است. مثل الذین اتخذوا من دون الله، مثال آنهایی که غیر الله تعالی دیگر خداهای باطل عبادت میکنند، گاو و گوسفند و شتر و مثلا قبر و مرده و زنده عبادت میکنند غیر الله تعالی. کمثل العنکبوت، مانند خانه تارتانک میگه مثالش. اتخذت بیتا، تارتانک یک خانه ساخت. عجایب ببینید که مثال کن که با الله سبحانه و تعالی 1429 سال پیش گفت دیروز از علما تا دیروز بعد علمای گراماتیک یعنی نحو حیران میشده که اتخذت بیت. عنکبوت صیغه مذکر یعنی صیغه مردانه، ما زبان ترجمه زنانه مردانه نیست، زبان روسی هست. یعنی عنکبوت صیغه مردانه، تارتانک صیغه مردانه، اتخذت صیغه زنانه، خانه گرفتی داشت صیغه زنانه که دیگه. آدم حیران میشده که پیشین عالمون چخیلی الله تعالی تارتانک مرده صیغه مردانه که دیوارد فعلش عملش خانه ساخته صیغه زنانه که دیوارد. اما با نواد خدا و شکاکی نکنم هفته میبرد کنید. امروز اگر عالمون این امروز اپارات‌ها بودن، جهازها بودن که عنکبوت همون تارتانک هم بعضی اونایی که حیوانات به احتمام میدن فهمیدن که تارتانک خانش همون تارتانک فقط ماده‌اش میسوزه. اینا کدام نیست؟ اینا اگر امروز مردم فهمیدن که با تا روز قیامت این قرآن کریم معجزه است. آدم‌ها حالی هم بعض چیزا هست که در قرآن کریم بلکه بسیار چیزا هست که حالی نمی‌فهمید. خدا میگه اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، و از هم خانه بی‌قوت‌ترین خانه هم نازک‌ترین خانه تارتانک، نه از گرمی نگاه دارد نه از خنکی.
نه از چی بیگانه ها نگاه دارد، نه بالا دارد، نه از بارون، نه عبق، نه عوض رو نگاه دارد. یعنی مثال آنهایی که غیر الله تعالی دیگر خدای عبادت میکنن مانند خانه کارتونه و خداهاشان نه ریسک رو روزی میکرد، نه عذاب نگاه میدارد، نه فایده میکرد، نه ضرر و خداهاشان مانند همین خانه کارتونه میگه الله تعالی. آیت دامنش بود که ما همیشه آدم‌ها ضرب مثال میزنیم، همیشه چیزای مثال زده میفهمونیم و ما یعقلها الا العالمون، این فقط عالمون میفهمند. ثنا به عالمون میگه. محترم جماعت، درباره الله سبحانه و تعالی ما دو هفته این جانب سخن میکنیم. درباره الله تعالی سخن کردن که چه خیلی که در دو آیت ذکر کردیم سخن تمام نمیشود، لیکن عیب است که ما درباره الله تعالی سخن نکنیم اگرچه که قدرت ها همه معلوم باشد. الله تعالی میگه و ما قدر الله حق قدره، قدر الله تعالی حقیقی ندونست. اگر این مومی خطیب هم بودند هر جور درباره دیگه علما گفتند، درباره دیگه چیزا گفتند، اما درباره خدا گفتند، این هم قدری پروردگار ندونست. و ما قدر الله حق قدره، خدای حقیقی قدرش ندونستند. و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه، زمین روز قیامت در قبضه پروردگار است. و السماوات مطویات بیمینی، آسمانها در دست راستش پیچانیده شدگی است. سبحانه و تعالی عما یشرکون. پاک است الله تعالی از آن شریک، از آن کاملی که مردم الله تعالی نسبت میدهند. محترم جماعت، وقتی که انسان بزرگی پروردگارش شناخت باید اطاعت پروردگار کند، از گناههای پروردگار باز ایستد. بنابراین صاحب تفسیر اضواء-البیان در کتابشان گفتند که مثال می‌برند بعضی عالمان که اگر یک پادشاه بین یا یک پادشاهی ظالم باشد، از شمشیرش فقط خون چکیده مثل که پادشاه باشد یا نشانده دختراش باشد، زناش باشد، وقتی که به یک محله یا یک شهر بیاد اگر همه اول پادشاه میترسند، آیا یا مثلا دخترش رو نظر شهوت که نگاه میکند میبینید ایران میکند همه اول پادشاه میترسند و دختراش چی میشه نمید. الله سبحانه و تعالی این دنیاوی زنها، دنیاوی مخلوقات، این همش مخلوقات الله سبحانه و تعالی. چقدر ما عادت پادشاه میترسیم از پروردگاری که پادشاهی همه ها اصلا میترسیم. در کتابشون مثال میگیرم لا اله الا الله محمد رسول الله، کلمه‌ای که از قفای همین کلمه الله تعالی ما و شما خلق کرد تا که همین دام گفته این آسمان و زمین و مخلوقات آفریدین دام گفته 315 تا رسول فرستاد، 124,000 تا پیغمبر فرستاد. همین قدر پیغمبرای رسول مردم رو تعلیم دادن که غیر الله تعالی دیگر خدا نیست و این شریک نبیاره. گفته دیروز یک شخص امی میگه که من قرآنی که پرزیدنت ترجمه کردم و خوانده بودم و بعضی کتاب‌های دینی خوانده بودم، خلاصش این است که غیر الله تعالی دیگر خدا نبود است. حقیقت فهمید از سخن الله تعالی. الله سبحانه پیغمبر به خطاب کرده میگه که و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ای پیغمبر، تمام پیغمبرایی که از پیش گذشتن همین وقت وحی میدادیم که غیر من دیگر خدای حقیقی نیست، پس مرا عبادت کنید. همین که به همه پیغمبران گفتیم، این اساسی دعوت پیغمبران. لیکن یک تا لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن که کافیه نیست. وقتی ابن منبه به آدم گفت که ای که نماز و روزه و زکات و دیگر عبادت‌های سنت میکنی، حالا اون که پیغمبر گفتن که لا اله الا الله کلید جنت است. همین بحث نمیکنم لا اله الا محمد رسول الله میگویم، معنیش میدونم، اعتقاد میکنم، نماز نمیخونم، روزه نمیدارم، دیگه مانع کارهای دین نمیکنم، جنت نمیدارم. وقتی ابن منبه رحمت الله علیه گفتن که حقیقت لا اله الا الله کلید است، لیکن کلید بی‌دندان است. کلید بی‌دندان که درک شده نمیشه. دنداناش همون نماز و روزه و باقی مانده عبادت ها. بنابراین اگر یک کلید بیاری که باید دندانهاش باشد اگر برای تو شده میشه، اگر نبیاری شده نمیشه. محترم جماعت، این بود کمی درباره الله سبحانه و تعالی. الله تعالی در سوره بقره شیطان وسوسه‌هاش مختصر کرده میگوید که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شیطان شما رو وسوسه میکنه سوء، بدی و وسوسه میکنه، فالفحشاء زنا و دعوت میکنه و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون و در حق الله تعالی نمیدونستید که گفتن به وسوسه.
نمیدونید شیطان وسوسه میکنه که درباره الله تعالی گپ زن، درباره الله تعالی سخن گو. نمیدونید که چیزی که درباره دین خدا، این درباره الله تعالی بی علم سخن کردن. الله تعالی در قرآن کریم شرک که یک جا داره، آنهایی که بت عبادت میکنن، هیکل عبادت میکنن، همونها که در حق الله تعالی بی علم سخن میکنه که های یک جا ذکر کرده که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. پروردگار حرام گردانید گناه‌های همه‌شان و از بین گناه‌ها زنا و اطراف زنا مشرک گناه‌های حرام گردانید و الله سبحانه و تعالی حرام گردانید ظلم مردم به ظلم کردن و حرام گردانید الله تعالی مونده دیگر چیزای عبادت کردن و حرام گردانید دین خدا و درباره الله تعالی درباره دین الله تعالی به علم سخن کردن. بنابراین کسی که اگر نداند در حق الله و در حق دین الله تعالی سخن نکند، چون که حق عالمای کلام به زانو می نشسته که این مسئله من نمیدونم، نمیدونستگی من نداره، نکنم من نمیدونستگی من نکنم سوال دهنده جمع میکنی. بنابراین افراد هر چه های به علم نداره، کسبش یه چیز است، 70 سال عمرش در دیگه جو گذرانده که برای چی فتوا میدهد دین خدا نمیدونسته شه. این بی نهایت گناهی کم است که رسول دعای بد کرده که در حق اونایی که درباره دین خدا نمیدونسته که سخن سخن میگه. اگر خدا اگر خواهد یکم ذوالحجه یعنی معناش ماهی که حج دارد، یعنی روز نهم ذوالحجه موجه در عرفات روز عرفه می نشان و روز دهم ذوالحجه عید قربان است. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ما من ایام العمل الصالح احب فيها من هذه الايام. یگان روزهایی نیست که عمل صالح ثوابش با بسیارتر و بزرگتر باشد مانند همین در روز، یعنی دهه اول ذوالحجه. بنابراین دهه اول ذوالحجه بهترین روزها در داخل سال است. چه خیلی که دهه آخری رمضان شبش شب قدر که دارد بهترین شبها است. این دهه بهترین روزها است. بنابراین بسیار تکبیر کنید، بسیار سبحان الله و الحمدلله ذکر کنید و غیر آن روزهایی که 300 مثلا 50 60 روز دیگه باقی مانده است. این در زنده عبادت شما دیگه خیلی شد. فأروا الله من انفسکم خیرا. الله تعالی نشان شما خودتون چه بودگی هاتون. و این روز نیوم عرفه، روز عرفه ما ممکن شاید جمعه آینده موافقی تاجیکستان معلوم شده در با دانشجویان بیان میکنن. روز عرفه کسی که روزه دارد اگر گناه یک سال پیشم کشید، یک سال میآمده گناهش ان شاء الله بخشیده میشه. چه که رسول الله خبر دادن. و این نور روزنده کسی که روزه میدارن بود روزه دارد که به نهایت ثوابش برام نور روزه اول، اما روزه عید قربان و کدام آدمایی که قربانی میکنن میشن قربان نشون یعنی تیار میکنن روز دایمی ذوالحجه بعد از خونه رفته قربانی میکنن. بسم الله الله اکبر گفته. و در آخر سخن از الله سبحانه و تعالی میپرسم که دین دنیا و آخرت هر یک ما شما را بگردونم. الله تعالی دیار عزیز ما و بگردونم سیر کوی ارزانی عمو میگردونم. الله سبحانه و تعالی چون را به صدای نیکی که داشته باشیم جامعه ما کشم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب